خوش اومدید به کانال یوتیوب English Nerd Club. Fred was a young soldier in a big camp. During the week, they always worked very hard. But it was Saturday, and all the young soldiers were free. So their officer said to them, "You can go into the town this afternoon. But first, I'm going to inspect you." یه بار دیگه سریع‌تر میخونم. Fred was a young soldier in a big camp. During the week, they always worked very hard, but it was Saturday, and all the young soldiers were free. So their officer said to them, "You can go into the town this afternoon, but first I'm going to inspect you." کلماتش رو با هم ببینیم. Soldier به معنی سرباز هست. Big یعنی بزرگ. Camp یعنی همون کمپ، پادگان. During یعنی در طول زمان، برای زمان استفاده میشه. During the week یعنی در طول هفته. Hard به معنی سخت هست. Work hard یعنی سخت کار کردن. Free یعنی آزاد. اینجا به معنی کسیه که کاری نداره، به این معنیه که سر شلوغ نیست. Officer یعنی افسر. Afternoon به معنی بعد از ظهر هست. Noon یعنی ظهر. After هم یعنی بعد. Afternoon یعنی بعد از ظهر. Inspect یعنی بازرسی کردن. Inspector یعنی بازرس. Fred was a young soldier in a big camp. Fred یک سرباز جوان بود در یک کمپ بزرگ. A big camp. During the week, در طول هفته, they always worked very hard. آنها همیشه خیلی سخت کار میکردند. Always یعنی همیشه. They always worked. آنها همیشه کار میکردند very hard. خیلی سخت. But it was Saturday. اما الان شنبه بود. And all the young soldiers were free. و تمام سربازهای جوان آزاد بودند. کاری نداشتند. All the young soldiers, تمام سربازهای جوان were free. آزاد بودند. So their officer said to them, بنابراین their officer, افسرشون said to them, بهشون گفت, You can go into the town this afternoon. شما می توانید به شهر بروید امروز بعد از ظهر. You can go یعنی می توانید بروید. Can یعنی توانستن. توی درس قبل در موردش صحبت کردیم. Into the town یعنی به شهر. Go into the town یعنی به شهر رفتن. Town به معنی شهر هست، یه شهر کوچیک. This afternoon امروز بعد از ظهر. میگه شما امروز بعد از ظهر میتونید برید به شهر. But first اما اول I'm going to inspect you. من میخوام که بازرسیتون کنم. به حرف اضافه ها دقت کنید. In a big camp. In a camp. در یک کمپ. از حرف اضافه in استفاده میکنیم. و برای بزرگ بودن، برای اینکه بگیم یک کمپ بزرگه میگیم big camp. توجه کنید نمیگیم large camp. میگیم big camp. ما به این ترکیب ها میگیم collocation. تو انگلیسی به این ترکیب ها میگن collocation. یعنی کلماتی که با هم استفاده میشن. مثلا ما میگیم big house ولی میگیم large city. هم big و هم large به معنی بزرگ هست، ولی هر کدوم برای اسمهای مختلفی استفاده میشه و نمیتونیم جای همدیگه استفادهش کنیم. کمپ هم به همین شکل هست. ما میگیم a big camp. اگه بگیم a large camp اشتباهه. اس Saturday رو ببینید. روزهای هفته رو ما با حرف بزرگ نشون میدیم توی انگلیسی. Saturday به معنی شنبه هست. یکی از روزهای هفته هست و اسی که براش استفاده میکنیم اس کپیتال یا اس بزرگ هست. کلا روزهای هفته رو با حرف بزرگ نشون میدیم. ماههای سال هم به همین شکل هستند.
ماه‌های سال رو هم با حرف بزرگ نشون میدیم. can گفتم can به معنی توانستن هست، یک modal verb هست که توضیحش رو توی درس قبل دادم. فعلی که بعد از modal verb میاد فعل ساده هست. can go. go همیشه به صورت ساده استفاده میشه و وقتی میخوایم بگیم برو به شهر باید از حرف اضافه to یا into استفاده کنیم. go to the town یا go into the town. to یا into. و به این جمله که با آبی علامت زدم دقت کنین. I'm going to هم ساختاریه که کاربرد آینده داره. I'm going to یعنی میخوام، قصد دارم که. وقتی یه قصدی در آینده دارین از این ساختار استفاده میکنیم. I'm going to inspect you یعنی میخوام که بازرسیتون کنم و یه اشاره به آینده داره. حالا سوال. What was Fred یعنی فرد چه کاره بود، شغلش چی بود؟ فرد سرباز بود، بنابراین باید بگیم he was a soldier. او یک سرباز بود. سوال بعدی. What did he do during the week؟ او در طول هفته چه کار میکرد؟ What did he do during the week؟ او در طول هفته چی کار میکرد؟ او مثل بقیه سربازها خیلی سخت کار میکرد. پس he worked very hard. work hard هم از اون کلمات، از اون ترکیب های کالوکیشن هست. سخت کار کردن میشه work hard. اشتباهی نگین work difficult هم یعنی سخت، ولی میخوایم بگیم کسی سخت کار میکنه باید بگیم work hard. سخت کار کردن میشه work hard. این کالوکیشن ها رو یاد بگیرید، خیلی به طبیعی صحبت کردنتون کمک میکنه. ادامه متن رو با هم ببینیم. Fred came to the officer and the officer said to him, your hair is very long. Go to the barber and then come back to me again. Fred came to the officer and the officer said to him, your hair is very long. Go to the barber and then come back to me again. کلماتش رو ببینیم. hair به معنی مو هست. long یعنی بلند، طولانی. درباره hair وقتی درباره مو استفاده بشه یعنی موی بلند. barber یعنی سلمانی، آرایشگاه. come یعنی آمدن. come back یعنی برگرد. Fred came to the officer. Fred آمد به سمت افسر، اومد پیش افسرشون. And the officer said to him. و افسر بهش گفت، و افسره بهش گفت your hair is very long. موهات خیلی بلندن. Your hair is very long. Go to the barber. برو به سلمانی. And then come back to me again. و سپس دوباره به من برگرد. Again یعنی دوباره. Come back گفتیم به معنی برگشتن هست. گفت برو سلمونی موهاتو کوتاه کن و برگرد پیشم. به حرف اضافه‌اش دقت کنید. Came to the officer. Come to someone. پیش کسی رفتن. از to استفاده میکنیم. برای go هم همینطوره. Go to the barber. برو پیش سلمانی. Go to. برای پیش کسی رفتن یا پیش کسی آمدن از to استفاده میکنیم. باز هم come back از to استفاده شده. come back هم مثل come از to استفاده میشه. come back to me یعنی برگرد پیشم. ادامه متن رو ببینیم. Fred ran to the barber's shop, but it was closed because it was Saturday. Fred was very sad for a few minutes, but then he smiled and went back to the officer. Fred ran to the barber's shop, but it was closed because it was Saturday. Fred was very sad for a few minutes, but then he smiled and went back to the officer. کلماتش رو ببینیم. ran گذشته بیقاعده فعل run هست. run به معنی دویدن. barber's shop. barber گفتیم میشه سلمانی. shop هم یعنی مغازه. barber's shop یعنی مغازه سلمانی یا آرایشگاه. closed
closed یعنی بسته، صفت هست. میگه مغازه بسته بود. closed was closed، بسته بود. sad یعنی ناراحت. minute به معنی دقیقه هست. for a few minutes برای دقایقی، برای چند دقیقه. Fred ran to the barber's shop. فرد دوید به سمت مغازه سلمانی. but it was closed اما بسته بود، تعطیل بود. because it was Saturday چون که شنبه بود. because به این دلیل چون که it was Saturday شنبه بود. Fred was very sad فرد خیلی ناراحت شد. for a few minutes برای چند دقیقه. for a few minutes برای چند دقیقه فرد ناراحت شد. but then he smiled اما سپس او لبخند زد. smile به معنی خندیدن و لبخند زدن هست. but then he smiled اما او لبخند زد، اما سپس او لبخند زد. then به معنی سپس. and went back to the officer و برگشت به سمت افسر. went back گذشته go back هست. went گذشته بیقاعده go هست. میبینید باز هم از حرف اضافه to برای رفتن پیش کسی، دویدن به سمت کسی، برگشتن پیش کسی استفاده میشه. ran to the barber's shop. run to به سمت جایی دویدن، باز از to استفاده شده. went back to go back to رفتن، برگشتن به سمت کسی، باز هم از to استفاده میکنیم. What did Fred do then? فرد چی کار کرد؟ فرد بعد از اینکه افسرشون بهش گفت موهات بلنده برو کوتاهش کن، چی کار کرد؟ He ran to the barber's shop. او دوید به سمت مغازه سلمانی. ادامه متن رو ببینیم. Are my boots clean now, sir? He asked. The officer did not look at Fred's hair. He looked at his boots and said, yes, they're much better now. You can go out. And next week, first clean your boots and then come to me. Are my boots clean now, sir? He asked. The officer did not look at Fred's hair. He looked at his boots and said, yes, they're much better now. You can go out, and next week, first clean your boots and then come to me. کلماتش رو ببینیم. boots به معنی پوتین و چکمه هست. boots از اون کلماتیه که همیشه به صورت جمع استفاده میشه. ما لباس هایی که دوتایی هستن رو به صورت جمع استفاده میکنیم. boots به معنی پوتین یا چکمه. shoes کفش باز هم جمع استفاده میشه. gloves توی درسای قبلی داشتیم، دستکش باز هم جمع استفاده میشه. pants شلوار. socks جوراب، همه اینها به صورت جمع استفاده میشن و فعلی هم که براشون استفاده میکنیم جمع هست. میبینید گفته are my boots، آیا کفش هم تمیز هستند؟ are از are استفاده کرده، نگفته is. اینا هم اس جمع میگیرن و کلمهشون هم جمع هست. clean به معنی تمیز هست، در مقابل یا متضاد dirty هست. dirty یعنی کثیف، clean یعنی تمیز. look at یعنی نگاه کردن به کسی یا چیزی. better یعنی بهتر، صفت comparative adjective هست، صفت تفصیلی. صفت عادیش good هست. good یعنی خوب. better یعنی بهتر. the best یعنی عالی. clean هم گفتیم به معنی تمیز هست، منتها اینجا یه تفاوتی داره. تو جمله اول clean به عنوان صفت هست یعنی تمیز. در جمله پایین که گفته first clean your boots اینجا فعل هست. clean به معنی تمیز کردن. پس clean هم به عنوان صفت هم به عنوان فعل تلفظش به یک شکل هست و سپلش هم تغییری نمیکنه. به کلمه much دقت کنید. ما توی صفت‌های تفصیلی از very نباید استفاده کنیم. غلطه اگه بخوایم بگیم خیلی بهتر بگیم very better، کاملا غلطه. باید بگیم much better، خیلی بهتر، much better. معنیشو ببینیم.
Are my boots clean now sir? رفته پیش فرماندهش، رفته پیش آفیسر و بهش میگه که الان پوتینام تمیز هستند آقا، sir، جناب. Are my boots clean now sir? الان پوتینام تمیز هستند. He asked. او پرسید. The officer did not look at Fred's hair. افسر فرمانده به موی فرد نگاه نکرد. Did not look at Fred's hair. نگاه نکرد به موی Fred's hair. He looked at his boots. او به پوتینهاش نگاه کرد. He looked at his boots. او به پوتینهاش نگاه کرد and said و گفت yes, they're much better now. بله، الان خیلی بهتر هستند. They're much better. خیلی بهتر هستند. Now، الان خیلی بهتر هستند. چیا؟ پوتین ها. میبینید از فعل جمع استفاده شده. They're much better now. الان خیلی بهتر هستند. You can go out. میتونی بری بیرون. Go out به معنی بیرون رفتن هست. Go رفتن، out هم یعنی بیرون رفتن. You can go out. میتونی بری بیرون. And next week و هفته آینده، next به معنی آینده، بعدی هست. Next week هفته آینده. And next week و هفته آینده first clean your boots. اول پوتین ها تو تمیز کن and then come to me. و سپس بیا پیشم. Then come to me. میبینید باز هم از to استفاده شده. Come to me یعنی بیا پیشم. اول پوتین ها تو تمیز کن and then come to me. و سپس بیا پیشم. خب اینجا یه سری تمرین جای خالی داریم. با توجه به کلماتی که توی متن یاد گرفتیم باید جای خالی رو پر کنیم. The soldiers' work was not easy during the week. میگه کار سربازها در طول هفته آسان نبود. They worked. خب متضاد آسان رو باید بگیم. easy یعنی آسان. کار سربازها آسان نبود. Was not easy during the week. They worked. گفتیم یه کالوکیشن هم هست. آنها سخت کار میکردند. They worked hard. They worked hard. به کلمه work دقت کنید. work کلمه غیر قابل شمارش هست. اسم غیر قابل شمارش هست. بنابراین همیشه به صورت مفرد استفاده میشه و فعلی هم که براش استفاده میکنیم همیشه was یا is هست. فعل مفرد استفاده میکنیم. سوال بعدی رو ببینیم. They did not work on Saturday. آنها شنبه کار نمی کردند. They did not work on Saturday. They were then. بنابراین اونها چی بودند؟ گفتیم به معنی آزاد و رها هست. به معنی کاری نداشتن. They were free. They were free then. پس آنها آزاد بودند. Fred's hair was not. He was sad. میگه که موی فرد چی نبود؟ بنابراین او ناراحت بود. موی فرد موهاش بلند بود. His hair was long. پس چی نبود؟ His hair was not short. Short به معنی کوتاه هست. موهاش کوتاه نبود. He was sad. بنابراین ناراحت بود. His boots were not. They were clean. میگه که پوتینهاش، چکمهاش چی نبودند؟ They were clean. آنها تمیز بودند. تمیز بودند. چی نبودند؟ گفتیم متضاد clean چی میشه؟ Dirty. Dirty یعنی کثیف. His boots were not dirty. پوتیناش کثیف نبودند. They were clean. اونا تمیز بودند.